خوب اپای مبارک در این گفتید دستگاه دوکانچه خورد این قالینای خورد میبافید برای بالای میز و برای دارای پرترت و لیکن این قالینه که میبینم قالینی کلان خوب در این خانه شما هم انداخته شده است. اینم شما بافتید؟ البته من با کلینم اینه بافتگی من همه قسال ایسی اینه ما کار کنندگی یک بار حالی شدگی مانی من خوش شده ایستاده است. بله بسیار خوب است. صفتش نردم به ایستاده است. بله و بینید در اینجا فرقش است که اینش سنئی چخیل تونوک بله تونوک من اینه بینید هم تو پاچکتون که راریدم پاچکتون تونوک نمیخورد دیه خونه و دیه اکن اگر مثال حاضر فابریکا و یگان جا کنیدگه و ساعتی کاری که رفته میبید که خانه و شته کار کنیدگه بحثا کچن خواهید همون فرمایشی دادگاهشون اجرا که میتونید لیکن کوچو برونده فابریکا کار کنیدگه نمیتونید که هنده کن ساعتش برفته ساعتش میبید قالین های با پرترت هم فرمایش میدین حاضر نیست است چرا نه؟ ندونم اکن چو این خلاق باید شد اکن من این قیر خون و حوضا فابریکا ها که دوستی نه اصلا همونجا وزا کسی دوستا دیمی اکن نه اون دوستیانده پیشتر جدوی هم مول بود بله یک تشه ما سیره 4 روز بود که میدادیم اپای مبارک این قالین های کلان شما در چگونه دکان میبافید؟ دکان های کلان بافتگی ما 2 و 4 2 و 3 یا 2.5 و 3 همه خلق کده بافتگی ما حاضر هم داره همیشه دکان در همیشه خانتان؟ دکان هم حسالی هم دوتا دکانی خالیم استاد یکتا برای جای نماز و پرتیرت با علایت دکانی مایده یک کرده ماندگی ما بسیار چون که اسنوه من این اسنوه ها اضافه گیشه برده نپتاییم برده نپتاییم و موه چکیم نشود همون به مایده تر کده که مصرف نشود برای خودمای اکون و یا ما اکنوم کدنمو دکان خودترک کده برای جای نماز و من پرتیرت هم بس تنها که مایده چه ساخته ماندیم همون به میپافیم